جشن تکلیفتون رو به شما تبریک میگم. دختران عزیز، نوگلان عزیز من، با خدا دوست بشید. سعی کنید از همین آغاز نوجوانیتون با خداوند مهربان دوست بشید. دوستی با خدا چجوریه؟ وقتی نماز میخونید جوری نماز میخونید که دارید با خدا حرف میزنید. این میشه دوستی با خدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي الأعلى. ربنا